دسته همیشه قهرمان در لیگ اروپا از اندلوسیا را باشد قرضداری بزرگ در حجم 90 میلیون یورو دامنگیر شده است. از این رو به گفته رسانه‌ها سویلیا تمام بازیگرانش را به بازار برآورده است. وابسته به آنکه بعد اعلان تخفیف تابستانه دستوی باشگاه تماما به بازیگر نماند، سویلیا به پول دفاعگر فدریکو گاتون ادریا پدروسا را از اسپانیول به دست آورد. ادریان پدروسا هم به مثال بازیگران دیگر مشکل گریز بعد رفتن تیم کاتالانی به سگوندا چون فوتبال باز آزاد خود را تماما بیگناه گرفته با غالبان فعلی لیگ اروپا شرطنامه 5 ساله امضا نمود. در موسم قبلی باشد اسپانیا به کلی 7 بازی در لالیگا گذرانیده است. معلوم می شود که در کثافت اسپانیول وقت غوطیدن به قهر سگوندا این بازیگر کم اندر کم عیبدار بوده است. اگر شود در سویلیا هم فقط در کنار میدان باشد، پس در مورد غیبت کنی ها او را عموما هیچ کس کاردار نمی شود.